مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون شخصیت سیدنا عثمان بن عفان اشاره نمودیم که سیدنا عثمان دروازه را و یا دروازه خلافت را بر روی رعیت خیش باز گذاشته بود، همچون سیدنا ابوبکر صدیق، همچون سیدنا عمر فاروق و دیگران می آمدن از سیدنا عثمان رضی الله عنه پرسان می کردن و سوال می نمودن و حتی انتقادی که داشتن انتقاد می کردن. حالا بحث ما پیرامون سخنان حکمت آمیز، سخنان حکیمانه و مدبرانه و همچنین صفات و اوصاف خلقی سیدنا عثمان بن عفان را اشاره می کنیم. سیدنا عثمان رضی الله عنه شخصیتی که امام حسن بصری رحمه الله می فرمایند، روایت می کنند که عثمان بن عفان بر منبر رفت و مردم را متوجه سفر آخرت ساخت. هر مرحله که سیدنا عثمان به منبر بالا می شدن، مخاطبین را که مخاطب می کردن آخرت را به یاد مردم و مردم را متوجه می ساختن که آخرتی هست. سیدنا عثمان به روایت حسن بصری رحمه الله که می فرماید وقتی در منبر بلند شد، سیدنا عثمان بعد از حمد و ثنای پروردگار عالم چنین می گفت که ای مردم از خدا بترسید، اتقوا الله، بترسید از خداوند. و بعد می فرمودن ترس از الله سبحانه و تعالی به شما منفعت داره. سخنان سیدنا عثمان رضی الله عنه اگر ما
سخنان این بزرگان را سرمشق زندگی خود بگردانیم، سرلوحه زندگی خود قرار بدیم و در زندگی خود این سخنان را تطبیق بدیم، واضح و مشخص هست که خوشبختی دنیا و آخرت از آن ما می شود. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی فرمودن سنتی و سنت خلفاء الراشدین، سنت من و سنت خلفاء الراشدین یعنی راه من، روش من و راه و روش خلفاء الراشدین و اصحاب من هست که شما را خوشبخت میگرداند، شما را به شارای هدایت، به طریق هدایت شما را راهنمایی می کند. در این برنامه به طور خلاصه و فشرده سخنان سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه فقط میشنویم و با جان و دل آنها را سرلوحه زندگی خود قرار میدیم. سیدنا عثمان میفرمایند، از جمله سخنان سیدنا عثمان میفرمایند زیرک کسی است. چی کسی؟ امروزه به تعبیر ما زیرک کسیه که اگر نعوذ بالله در تخت دکان نشسته هست، وقتی مردم را فریب داد ما میگیم فلانی زیرک هست. اگر پول زیاد پیدا کرد میگیم فلانی زیرک هست. اگر مردمان را بازی داد میگیم فلانی زیرک هست. سیدنا عثمان میفرمایند زیرک کسی است که نفس خود را محاسبه نماید. حقیقتا این زیرک است که شب وقتی میخواد بخوابه نفس خود را محاسبه کنه که من امروز چقدر اجر و ثواب برداشتم، چقدر گناه و معصیت انجام دادم. اگر گناه و معصیتش زیاد بود توبه نماید، اگر کارهای نیک و شایسته در آن روز زیاد بود حمد و ثنای پروردگار را بگوید که یا الله این اعمال شایسته توفیق تو بوده که من انجام دادم. به اینه که سیدنا عثمان میفرمایند زیرک کسی هست که نفس خود را محاسبه نماید. و همچنین از سخنان سیدنا عثمان رضی الله عنه میفرمایند کسی که از نور قرآن استفاده کرد و استفاده نمود در حقیقت چراغ قبر خیش را مهیا ساخته است. سبحان الله. چی کسی دوست دارد که قبرش را منور سازد؟ چی کسی دوست دارد که قبرش از آن حالت تاریکی و ظلمت بیاید به نور و روشنایی؟ سیدنا عثمان میفرمایه کسی که از نور قرآن استفاده کنه قبرش با نور قرآن منور میشه و روشنایی پیدا میکنه. و همچنین سیدنا عثمان میفرمایند اگر قلبهای ما از پلیدی ها پاک شود نتیجه چی میشه؟ اگر قلبها از این همه زنگارهای که گرفته پاک شود، این قلب وقتی پاک شد، صاف شد، زلال شد، نتیجه این پاکی چی میشه؟ سیدنا عثمان میفرمایه وقتی قلب پاک شد هرگیز از کلام پروردگارمان سیر نمیشویم. الله اکبر. در حقیقت که عثمان از تلاوت خیش لذت میبرد، از تلاوت قرآن لذت میبرد، چون در قلبش هیچ غل و غشی نبود. در قلبش نور قرآن می درخشید و در قلبش نور قرآن بود که می تابید. همچنین سیدنا عثمان می فرمایند متوجه باشید این سخنان سبحان الله هر کدام با آب طلا نوشته بشه و بالآخره که ما هر لحظه اینها را ببینیم و از اینها استفاده کنیم. سیدنا عثمان میفرمایند
متاع دنیا بی ارزش هست. این متاع دنیا را که میبینید ارزشی نداره. فکر کردن به متاع دنیا ظلمت و تاریکی در قلب به وجود میاره. پس متوجه آخرت باشید. فکر کردن به آخرت و به روز قیامت نور و روشنایی بخش یا نور و روشنایی در قلب ما ایجاد میکنه. سبحان الله. سیدنا عثمان میفرمایند هر قدر با دنیا فکر کنید، با این متاع دنیا، متاع بی ارزش، این متاع دنیا که الله سبحانه و تعالی میفرمایه وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یا در آیه دیگر میفرمایه قل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا لهو و لعب. سیدنا عثمان میفرمایند با این دنیا هر قدر فکر کنید، هر قدر فکر کنید دلتنگ میشوید. با متاع دنیا هر قدر فکر کنید ظلمت و تاریکی در قلبتو پیدا میشه. اما برعکس نسبت به آخرت، نسبت به قبر، نسبت به حشر، نسبت به جنت، نسبت به مسائل اخروی هر قدر فکر کنید قلبتو روشن میشه. هر قدر فکر کنید متوجه پروردگار عالم بیشتر و بیشترتر میشوید. و همچنین سیدنا عثمان رضی الله عنه میفرمایند هر کس کاری انجام دهد، همه سخنان مهم است اما این نکته را بیشتر باید دقت کرد. سیدنا عثمان میفرمایند هر کس هر کاری را انجام دهد الله سبحانه و تعالی لباس نتایج آن کار را بر او خواهد پوشانید. الله اکبر. هر قدر در دنیا اگر انسان اعمال صالحه انجام میده نتیجه اعمال صالحه خود را میبینه. اگر اعمال زشت و ناروا انجام بده ثمره آن اعمال زشت و ناروا را میبینه. الدنیا مزرعة الاخره. این دنیا کشتزار هست. کسی تا حال پیدا نشده که گندم بکاره و جو برداره. انسانی که گندم کاشت گندم برمیداره، انسانی که جو کاشت جو برمیداره. سیدنا عثمان میفرمایند هر کس در دنیا هر کاری و عملی که انجام بدهد نتیجه اش را میبینه. اعمال خوب نتیجه خوب و اعمال بد نتیجه بد. و همچنین از سخنان سیدنا عثمان ابن عفان که میفرمایند مؤمن از چند چیز باید بیم داشته باشه. یک انسان مؤمن از 5 چیز باید بیم داشته باشه. این 5 چیز چیست؟ خیلی مهمه. سیدنا عثمان میفرمایند انسان مؤمن از 5 چیز، از 5 موضوع، از 5 نکته‌ای که در زندگیش سر و کار داره باید بیم داشته باشه. از کنار اینها سری نگذره. باید فکر کنه. باید متوجه باشه که این 5 چیز چیست که سیدنا عثمان رضی الله عنه به این تأکید میکنن که مؤمن باید از 5 چیز بیم داشته باشد. انشاءالله این 5 موضوع و یا 5 چیزی که سیدنا عثمان ما را متوجه ساختن که انسان مؤمن باید بیم داشته باشه بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. با ما باشید.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. گفتیم سخنان سیدنا عثمان رضی الله عنه، سخنانی که سر تا پا برای انسان درس و برای انسانی که به این سخنها عمل کنه جز خوشبختی، تعالی و ترقی دیگر چیزی به بار نمی آورد. پس کسی که می خواهد حقیقتا خوشبخت دنیا و آخرت شود باید چنگ بزنه به سنت رسول صلی الله علیه و سلم، به اقوال رسول صلی الله علیه و سلم، به اقوال خلفاء الراشدین، به اقوال این بزرگان دین. سیدنا عثمان فرمودن مؤمن، خیلی نکته مهمیه، مؤمن باید از 5 چیز بیم داشته باشد، راحت نباشه. این 5 چیز چیست که سیدنا عثمان ما را متوجه می سازن؟ اول اینه که ایمان وقتی که نصیب شد، حالا میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، وقتی میگیم الحمدلله مسلمانیم، الحمدلله موحدیم، یکتا پرستیم، الحمدلله میگیم الله سبحانه و تعالی این نعمت دین اسلام و قرآن را الله نصیب ما کرد. حالا دیگه مطمئن نباشیم که ما دشمنی در کمین داریم که شیطان هست که ایمان ما را از بین نبرد، ما را در وادی‌های گمراهی و اینها نکشاند. به اینه که ما باید همیشه، سیدنا عثمان میفرماید وقتی که ایمان نصیب تو شد، حالا دیگه پیرو واقعی قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم شدی، مسلمان شدی، مؤمن شدی، موحد شدی، حالا دیگه دعا را بخوان همیش ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه. ای الله این دلی که هدایت کردی تو، این را دیگه به بیراهه نکشان و بیراهه دیگه نره. پس مسلمان باید متوجه باشه، تنها به این اکتفا نکنه که من مسلمانم، من ایمان دارم، من پیرو قرآنم. باید در دل این را داشته باشه که نشه که لحظه این ایمان من غارت شیطان بشه، نشه که از این دنیا من در لحظات اخیر نعوذ بالله من ذالک ایمان را گذاشته نعوذ بالله از دنیا بروم. و اینه که سیدنا عثمان میفرمایند که 5 چیز را مؤمن باید متوجه باشه و از 5 چیز بیم داشته باشه که یکی ایمان که نصیبش شده پس گرفته نشود. دوم این که از فرشتگانی که اعمال را می نویسن، کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، کرام الکاتبین اون فرشتگانی که
همه صغیر و کبیری که ما اعمالی که انجام دادیم نوشتن. سیدنا عثمان میفرمایند که انسان باید این بیم را داشته باشه که در روز قیامت وقتی این دفترها باز میشه چی رسوایی های در آنجا، انسان با چی رسوایی های سر خواهد خورد. تمام اعمال ما ثبت شده، تمام اعمال ما ثبت میشه، تمام گفتار ما، کردار ما. روز قیامت هست که دست شهادت میده، پا شهادت میده و الله سبحانه و تعالی میفرماید الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. پس انسان باید این بیم در دلش باشه که در حشر وقت نامه اعمال ما باز شود چی حالتی و با چی قول و گفتار انسان روبرو می شود. سوم، سیدنا عثمان می فرمایند از وسوسه شیطان بیم داشته باش که اعمال انسان را شیطانه که به هدر می دهد. شیطانه که نماز انسان را به ریا اگر بکشانه، روزی انسان را به ریا بکشانه، صدقه انسان، حج انسان، قول و گفتار انسان اگر به طرف ریا و عجب و سمعه کشاند و اعمال انسان را شیطان هست که باطل میکنه. به اینه که الله سبحانه و تعالی دستور میده که شما وقتی دعا میکنید چنین دعا کنید که وقتی حتی تلاوت قرآن میکنید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یا آیه دیگر رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون. پس از شیطان انسان مؤمن باید بیم داشته باشه که اعمال انسان به بیراهه و اعمال انسان به بطلان و اینها قرار نده. چهارم، سیدنا عثمان میفرمایند بیم ملک الموت که در غفلت به سراغ انسان نیایه. این بیم داشته باشه ای انسان که در حال غفلت ملک الموت به بالین تو ننشینه. الله همه ما را نجات بده، الله همه ما را حفظ کنه که انسان در حال گناه باشه، در حال گناه و معصیت باشه، ملک الموت بیایه به بالینش بنشینه. این بیمر انسان داشته باشه که ملک الموت انسان را با خبر نمی کنه. ملک الموت نمیگه من 1 ساعت بعد و 2 ساعت بعد و 1 روز بعد و 1 ماه بعد میایم، ناسند میایه. انسان را غافلگیر نکنه. نکته پنجم که سیدنا عثمان میفرمایند زرق و برق دنیا انسان را از آخرت غافل نسازه. وقتی طرف دنیا رفتی، تجارت، معامله، بیع و شراء، این بیمر داشته باش، متوجه باش که این دنیا خیلی انسانها را فریب داده و خیلی انسانها را به سمت سوی جهنم کشانده و خیلی انسانها غرق هوا و هوس و بالاخره شهوات و اینها شدن و بالاخره به پرتگاه ها و در وادی های ظلمت و تاریکی افتادن. سیدنا عثمان میفرمایند زرق و برق دنیا شما را از آخرت غافل نسازه. این 5 نکته‌ای که سیدنا عثمان اشاره فرمودن که مؤمن باید از 5 چیز بیم داشته باشه. گفتیم صفات خلقی سیدنا عثمان ابن عفان، شخصیت سیدنا عثمان اگر اشاره کنیم که در برنامه گذشته هم روی شخصیت و صفات خلقی و اینها اشاره نمودیم. شخصیتی بود سیدنا عثمان که لیاقت رهبریت امت را در خود داشت. شخصیت که در کنار این خصوصیت‌های مهم داشتن صفات یک رهبر دینی و خدایی، حکومت او را به حد کمال رسانید. حکومت سیدنا عثمان، دولت سیدنا عثمان، خلافت سیدنا عثمان، این صفات سیدنا عثمان این خلافت را و این حکومت را و این دولت را
به حد کمال میرسانه و به حد کمال رسانید. مهمترین صفات سیدنا عثمان ابن عفان این که ایمان بزرگ و خلل ناپذیر به الله سبحانه و تعالی و به روز قیامت. ایمان سیدنا عثمان به الله سبحانه و تعالی، ایمان سیدنا عثمان به رسول صلی الله علیه وسلم، ایمان سیدنا عثمان به روز آخرت، این از جمله صفات بارز و صفات مهم سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه. و همچنین از صفات دیگر علم به شریعت، به اصول و فروع شریعت. خیلی مهمه. سیدنا عثمان چنان علم داشتن که به مسائل اصول و مسائل فروع، یعنی به اصول و فروعات شریعت دانا بودن و عالم بودن و میدانستن. سوم، اطمینان به الله سبحانه و تعالی و وعده های آن. قلب سیدنا عثمان به آنچه که الله سبحانه و تعالی وعده داده بود مطمئن بود، یقین داشت. سیدنا عثمان رضی الله عنه به آنچه که الله سبحانه و تعالی وعده فرموده بود اطمینان کامل و یقین کامل داشت. از جمله صفات دیگر که شاید وقت برای ما اینقدر فرصت ندهد صریح بگذرم، صداقت سیدنا عثمان، امانتداری سیدنا عثمان، شجاعت سیدنا عثمان، مروت سیدنا عثمان، زهد و تقوای سیدنا عثمان، تواضع سیدنا عثمان. اینها همه صفات هست، صفاتی که در یک انسان که آن هم سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه. و همچنین از جمله صفات سیدنا عثمان فداکاری، انتقاد پذیر، با همه شجاعت و شهامت و قدرت و با همه ثروت و باز هم انتقاد پذیر. و همچنین از جمله صفات سیدنا عثمان آرامش، صبر، همت بلند، قاطعیت، اراده قوی، عدالت، توانایی در مسئولیت. صفاتی که سبحان الله، صفت حیا که از بارزترین و بزرگترین صفات سیدنا عثمان، ملائکه حتی از عثمان حیا می کردن. و همچنین صفت ذوالنورین که افتخار هست برای سیدنا عثمان، افتخار هست برای عثمان ابن عفان که این لقب و این صفت برایش داده میشه که ذوالنورین، صاحب دو نور، دو جگرگوشه رسول صلی الله علیه و سلم، در کنار عثمان ابن عفان زندگی کردن و زندگی خود را سپری نمودن. و همچنین از جمله صفات سیدنا عثمان، من فقط فهرستوار بیان می کنم، سیدنا عثمان دارای صفت عفو و گذشت، عفت و پاکی، کرم و جود و سخاوتمندی و همچنین جامع قرآن. الله اکبر. سیدنا عثمان جامع قرآن، شهید قرآن، حافظ قرآن. الله اکبر، الله اکبر. اینها صفات است که همه جمع شدن برای سیدنا عثمان ابن عفان، شخصیتی که رسول صلی الله علیه و سلم
به این شخصیت میفرمایند وقتی که جیش الاسره را کمک میکنه و مساعدت میکنه سیدنا عثمان، میفرمایند ما ضر عثمان بعد الیوم، بعد از امروز دیگه عثمان ضررناک نمی شود و برای او هیچ ضرری نمی رسد. الله اکبر. این بود سخنان حکمت آمیز و صفات سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه. عبادت سیدنا عثمان، چگونه عبادتی داشتن؟ انشاءالله پیرامون عبادت سیدنا عثمان و ترس از الله سبحانه و تعالی که چگونه خشیت الهی در دل سیدنا عثمان موج میزد، انشاءالله اگر عمر باقی بود به برنامه بعد انشاءالله بیان می شود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.